ما برای انتخاب شده که باید خدا را عبادت کنیم. چرا هدف زندگی عبادت شد؟ به خاطر ازی که شما اگر متوجه باشین آب در خدمت زمین هست، زمین را باید آبیاری کنه، جامد هست زمین، و این زمین در خدمت نباتات هست که باید نباتات را خدمت بکنه و نشو نمو بده. نباتات در خدمت حیوانات است که حیوانات را نشو نمو بده و کلان بکنه. حیوانات در خدمت انسان ها هست. انسان در خدمت کی باشه؟ آفتاب در خدمت تو هست، مهتاب در خدمت تو هست، ستاره ها و سیاره ها در خدمت تو هست. پیامبر به خاطر تو ارسال شده، تو اشرف مخلوقات شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم به تو داده شده. لقد کرمنا بنی آدم، کرامت به تو بخشیده شده. خلقت بیدی، الله میگه با دست خود ما تو رو خلق کردیم. خلیفه خدا یا نائب خدا در روی زمین تو انتخاب شده. پس تو به خاطر چی؟ میبینی که ما بدون هدف نیستیم. ما بدون هدف خلق نشدیم. آلی یک اسب را صاحبش که پرورش میده، یک خدمه را برش انتخاب میکنه، یک آبخور برش تعیین میکنه و خدمه را معاش برش تعیین میکنه. چرا که این اسب در خدمت بادار باشه. اگر این خدمت از اسب گرفته نمیشه، این اسب علت وجودیش چی است؟ چرا پول بالش مصرف میشه؟ چرا خدمه به خاطرش گرفته میشه؟ چرا ملک در خدمت تو قرار داره؟ چرا ملائکه حفظه از تو حفاظت میکنه؟ چرا این تو استقبال میشی؟ چرا آفتاب به خاطر تو میکنه؟ روشنایی روز کار داشتی، الله متعال یک روشنایی آفتاب را، خورشید را بر تو قرار داد. در شب نور کم کار داشتی، مهتاب را به خدمت تو قرار داد. شب آرامش کار داشتی، تمام دنیا را برات مسخر کرد، آرام کرد. فیل و گاو و پلنگ و شیر را مسخر بر تو کرد. زمین و آسمان را مسخر بر تو کرد. مگرم تو برای کی؟ تو به خاطر چی؟ آیا گاهی اوقات این تو شده که ما از خود سوال کرده باشیم که سه سوال را باید همیشه هر انسان پاسخ بده؟ من این جئنا، لماذا جئنا و الى این المصیر؟ من این جئنا، از کجا آمدیم ما؟ لماذا جئنا، به خاطر چی آمدیم؟ ما از کجا آمدیم؟ لماذا جئنا، از چی خاطر آمدیم؟ و الى این المصیر، مسیر ما کدام هست؟ آیا گاهی اوقات را سوال کردیم از خود؟ آره که شما حرکت میکنید به طرف درس میین منبر بیداری، خب حرکتتون معلوم است که از کجا آمدین؟ لماذا جئنا، به خاطر چی آمدین؟ و الى این المصیر، مسیر ما کجاست؟ معلوم دار هست. این علت وجودی ما و تو چی است که من این جئنا، از کجا آمدیم؟ لماذا جئنا، به چی خاطر آمدیم؟ و الى این المصیر، و مسیر ما و شما کدام طرف است؟ این گاهی اوقات از خود سوال کردیم یا نه خیر؟ آیا پاسخی از این سوالات را پیدا کردیم که ما از کجا آمدیم؟ به خاطر چی آمدیم؟ و مسیر ما کدام طرف است؟ ما به کدام طرف برمیگردم؟ تو انسان باید خدا را عبادت کنه. بدون عبادت نمیتونه زندگی کرده. بدون الله نمیتونه زندگی کرده. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما آسمان را یک سقف محکم برای شما قرار دادیم. و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا، این شب را ما به شما لباس قرار دادیم. و جعلنا النهار معاشا، این روز را به خاطر معیشت شما، به خاطر زندگی شما قرار دادیم. کلش به خاطر شما. جعلناکم جعلناکم جعلناکم، شما به خاطر کی؟ تنها خوابیدن؟ بزرگترین هدف جوان امروز ما و تو چی هست؟ رقابت در فیسبوک، در بهترین عکس، بهترین عکس، بهترین تصویر هفته انتخاب شده. کاش یک اندیشه زیبا برای یک هفته انتخاب میشه. آپدیت کردم پروفایل خود را که لایکش زیاد شود. امشب تا ساعت 2 شب گیم پابجی زدیم. 3 میدان قطر ما از رفیقای خود بردم. تصویر پروفایل ما تصویر اتل ملی باشه یا قهرمان ملی باشه، کدامش انتخاب کنه؟ اتل ملی کدامش هست؟ پشتون خوب مردم است یا تاجیکا خوب مردم هستند؟ سخت درد داره.
من نمیگم که من چیزای مخالف چیزا باشم، مخالف بازی کردن و ورزش چیزا اصلا مخالف نیستم، اما در موبایل خود من گیم نیست در موبایلم گیم. ای کاش با جایش یک کتابخانه می بود. بین از جوان خود پرسان کنیم دمی جوان خود دمی هفته چند صفحه کتاب مطالعه کردی؟ شاید کتاب را دستم نزده باشه. باز جایی که نشستیم باز از امت اسلامی مینالیم که امت چرا به این حد رسیده، به این جای رسیدیم، چرا تو ذلیل شدیم، چرا تو پست شدیم، چرا تو لگتمال میشیم، کوبیده میشیم، چرا؟ خوب است. دیروز یک دختر غیر مسلمان، دیروز بود یا پریروز بود، یک فرمول ریاضی را بعد از 50 سال که ناحل مونده بود دیروز حلش کرد. 50 سال ناحل مونده، یک فرمول ریاضی بود، یک سوال ریاضی بود، شاید در فیسبوک شما دیده باشید، BBC نشر کرده بود. بعد از 50 سال اختراع موتو چی هست؟ خلاقیت و ابتکار موتو چی هست؟ چند روز پیش یک جوان پرسان کردم، من چون اینجا آمده در جلسه آخر، گفتم صبح وقت چی کار میکنید؟ گفت من تا ساعت 12 به گیم مصروف باشم، 12 شب نماز خود را که از جای بلند شدم فقط یک زودتر سری وضو میگیرم و سری نماز میخونم، پس استراحت میشم تا 8 صبح. خیلی جالب است. من نخواب، همین وقت صبح را نخواب، برو ورزش کن، درسم نخوان مطالعه هم نکن، برو میره ورزش کن، نخواب. ما خیلی خوابیدیم، ما خیلی بدون هدف زندگی کردیم، ما خیلی درد و رنج دیدیم، بس شاید کفایت کنم اینقدر. برای شروع کردن تو هیچ وقت دیر نیست. فکر نکن که من رسیدن به اهداف والا خیلی سخت خواهد بود، تو سختش فکر میکنی. یکی کمی حرکت بکن، خیلی رسیدن آسان هست. خیلی مردمایی رسیدن، او کسایی که رسیدن و کارهایی را انجام داده که تو انجام ندادی. دیروز از من یک رفیق مسئول کرد، اینجا نشستگی است، گفت چقدر مطالعه کردی؟ گفت من دیروز 3.5 ساعت مطالعه کردم. 3.5 ساعت. گفت چی فرقی؟ گفت من اصلا مطالعه نکردم. گفت چی فرقی؟ گفت ما فرق وجود داره، باید تو مطالعه میکردی، 4.5 ساعت مطالعه میکردی. تو که یک کلمه امروز از دیروز بیشتر میدانی، مسلما تو شخصی دیروزی نیست، امروز روزی دیگری هست، شخصی دیگری هستی. در او دهنه که در 24 ساعت مسواک استفاده نمیشه و مطالعه نمیشه و دهن نباید باز شه، و لیاقت باز شدن نداره. پس عبادت مفهوم گسترده‌ای داره دیگه. مطالعه شما، آمدن شما، کاروبار شما، وظیفه شما، همیشه عبادت تشویش نکنه. همیشه عبادت است، همیشه در مسیر الله است، به شرطی از اینکه هر کار نیکی به خاطر الله از روی محبت انجام داده میشه، او عبادت است. تشویش نداشته باشین دیگه. پانتون خواندنتان، مدرسه رفتنتان، ورزشتان، همه کاروبارتان فقط و فقط به خاطر الله، از روی محبت با الله، نمی عبادت است. همین مسیر را انتخاب کنید، نمی خودش هدف است. و این هدف هم نهایتش چی است؟ رسیدن به الله متعال. رسیدن به الله متعال این نهایی هدف ما و شما باید باشه، رسیدن به الله. خیلی مردمای دنیا در زندگی دنیای خود به الله رسیدن. قدمشان، قلمشان، اندیشهشان، فکرشان، برنامهشان، همیش فقط و فقط الله را مد نظر داره که الله چی میگه. حتی جان میدن به این مسیر به خاطر الله. یعنی از این معلوم میشه که الله فقط در مسجد به دست نمیه. شاید در خانه، در سر سفره خانه ایت الله به دست تو بیه. شاید الله را در خانه یک یتیمی بیابی. شاید الله را در سر جنازه یک فرد از افراد فقیر که تو در جنازهش اشتراک میکنی شاید بیابی. شاید الله را با یک تبسم زیبا بروی برادر مسلمانت بیابی. شاید الله را در یک دست بوسیدن مادرت بیابی. شاید الله را با تهداب گذاری یک پوهنتون بیابی. شاید الله را در تمویل کردن چند محصل فقیر بیابی. الله تنها در مسجد به دست نمیه، الله در این جاها هم است. این معنای گسترده و وسیع عبادت اینمی هست، اینمی را عبادت گفته میشه. این معاهده بین ما و الله هست که باید الله را عبادت کنیم. این یک معاهده هست. و چی میگه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. من از شما رزق تقاضا ندارم، الله میگه از شما تقاضا ندارم که مرا طعام بدن. ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. رزقتون براتون میدم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الله روزی دهنده است، رزاق است. تو بر یک هدف دیگه انتخاب شده، تو یک مسیر دیگر انتخاب کن. خیلی زیبا است او جوان که با خدا زندگی میکنه، هدف زندگیش فقط و فقط الله پرستی هست، خدا پرستی است. او رهبر پرستی، خلیفه پرستی، مولای پرستی، استاد پرستی، مادر پرستی، وطن پرستی چیزا را نمیفهمه. البته از دید عبادت میگم، از دید تعظیم میگم. و فقط هدف زندگیش الله هست. و صحابه چیز خیلی خوب تمثیل کردن، سخت خوب تمثیلش کردن. ای توی عبادت خود را و هدف زندگی خود را به نمایش گذاشتن که امروز ما تو نمیتونیم به یک جزئی از عبادت اونها برسیم. او تو خدا را عبادت کردن، او تو از خود قهرمانی نشان دادن. کتاب امروز تاریخ ثبت میکنه. و ای تو فکر نکنه که اگر ما عبادت را مسیر انتخاب نمیکنیم عبادت، الله اگر تو رو رها کرد هیچ کس تحویلت نمیگیره. ما خیلی غمگین و پریشان میشیم که ما از چشم رفیق خود نیفتم، از چشم پدر خود نیفتم. خو من یهین الله فما له من مکرم. کسی که از چشم الله بیفته باز او هرگز با کرامت نمیشه. و کسی که زیر دید الله قرار داشته باشه، واصبر فانک باعیننا، زیر دید الله قرار داشته باشه، او با عزت هست، با شرافت هست، با کرامت هست، آرام زندگی میکنه، خوش زندگی میکنه، راحت زندگی میکنه. من متيقن و باورمند هستم که از تو جوان به او اندازه‌ای که از سجده لذت میبری، او لذتی در هیچ جای پیدا نمیشه. من متيقن و باورمند هستم. ما نیاز داریم که خدا را عبادت کنیم. ما قلب ما میخواد که به سوی الله باید رجوع